سلام، وقتتون بخیر باشه دوستان. سفری هستم، کارشناس گیاهان دارویی. قرار هستش که با دوره فراوری ادویه در خدمت شما عزیزان باشیم. یه مقدمه خیلی کوتاهی در مورد ادویه بهتون بگم که اصلا ادویه چی هستش. ادویه در هنر آشپزی اینگونه تعریف میشه که هر قسمت خشک شده گیاه به جز برگ به عنوان ادویه حساب میشه. مثلا اینجا ما پوست درخت دارچین رو داریم، به عنوان یک ادویه پرکاربرد استفاده میشه، یا ریشه زنجفیل، ریشه زردچوبه، دانه گیشریز، در واقع تمام اینها به عنوان ادویه به حساب میاد. یکی از کشورهای تولید کننده بزرگ ادویه‌جات کشور هند هستش که تعریف شده که ما 109 گونه ادویه داریم که تقریبا 75 گونه اون مال کشور هند هستش. پس بهترین ادویه‌جات میتونه مال کشور هند باشه. ما تو دوره فراوری ادویه به شما آموزش میدیم که در واقع شما شناسایی بکنید دانه فلفل سیاه رو به عنوان یکی از ادویه‌های پرکاربرد هستش که حالا این ادویه در واقع گیاه شناسیش رو معرفی میکنیم، مواد مؤثره رو معرفی میکنیم، طریقه آسیاب کردن، نگهداری، تمام این نکات رو به شما تو این دوره آموزش میدیم. یا مثلا در مورد زنجفیل که ریشه زنجفیل هستش که ما به عنوان ادویه ازش استفاده میکنیم، یا انواع دارچین ها رو معرفی میکنیم که چه مثلا ما دارچین لوله‌ای رو داریم که خب یکی از دارچینایی هستش که بیشتر جنبه تزئینی داره و بیشتر توی دمنوش ها حالا یا توی غذاها استفاده میشه که حالا اینها رو بهتون معرفی میکنیم. یا ادویه های دیگه مثل هلباد رو داریم، یکی از ادویه های پرکاربرد ما هستش که